داستان فیلم با گیل شروع میشه. زنی که پس از سالها زندگی مشترک و طلاق به تازگی به دنبال شروع جدید برای خودش و دختر نوجوانش بکا است. برای فراموش کردن گذشته او به محله جدید و ساکتی نقل مکان کرده است، جایی که به نظر میرسد زندگی آرام و بی‌دغدغه‌ای در انتظارشه. تمام تلاش گیل این است که زندگی جدیدش رو با رویاهای تازه و انرژی مثبت شروع کند و به بکا نیز کمک کند تا با این تغییرات کنار بیاد. با آغاز تابستان گیل تصمیم میگیرد تا استخر خانه جدیدشان را آماده کند. او میخواهد فضایی برای تفریح و آسایش خود و دخترش فراهم کند و این کار را قدمی برای بهبودی زندگی جدیدشان می‌بیند. اما همونطور که در حال برنامه ریزی برای یک تابستان شاد هست، هیچ کدوم از آنها نمی‌دانند که این تابستان قرار است به کابوسی تبدیل شود که همیشه در ذهنشان باقی خواهد ماند. گیل به دنبال کسی می‌گرده که استخر را برایشان تمیز و آماده کند و اینجا با آدام آشنا میشه. یک پسر جوان و جذاب با اندامی ورزشکاری و چهره‌ای که به نظر میرسد هر زنی را مجذوب خود میکند. آدام لبخندی دوستانه دارد و رفتارش طوری است که انگار میخواهد فرشته نجات گیل باشد. با شروع کارش او دائما برای گیل و بکا دلسوزی و توجه زیادی نشان میدهد. گیل ابتدا این رفتارها را طبیعی می‌داند و حتی از توجه و کمک‌های او قدردانی می‌کند. اما همین که روزها می‌گذره، آدام کم کم اون کنترلی که روی صحبت کردنش داشت و از دست میده. او به طرز محسوس تلاش می‌کنه بیشتر در زندگی گیل حضور داشته باشه و کم کم داره خوشش میاد که هر طور شده بعد ترتیب این مادر دختره بده و حتی برای این حضور به بهانه‌های مختلف متوسل می شود. از کارهای جزئی گرفته تا پیشنهادهای دوستانه که به نظر می رسد فراتر از یک رابطه کاری ساده هستند. گیل ابتدا با خوشبینی رفتارهای آدام را نادیده می گیره و فکر میکنه این رفتارهای او تنها به خاطر کمک و محبت اوست. اما ناگهان متوجه میشه که آدام به طور غیرعادی در اطراف خانه او و دخترش پرسه میزنه. یک شب گیل متوجه میشود که آدام در نزدیکی خانه‌اش مخفیانه در حال مشاهده اوست و این ماجرا برای زنگ خطر جدی است. او نمیداند که چطور با این وضعیت برخورد کند. آیا باید با آدام چیزی بگوید؟ آیا باید او را از خانه‌اش دور نگه دارد؟ اما آدام انگار هرگز قرار نیست دست از این رفتارهایش بردارد. به مرور زمان گیل میفهمه که آدام به طرز وسواس‌گونه‌ای به او علاقه پیدا کرده و این علاقه بیشتر به یک نوع دلبستگی بیمارگونه شبیه است تا به یک عشق ساده. آدام هر روز در اطراف خانه آنها پرسه میزنه و به بهانه‌های مختلفی برای دیدن گیل سمت خونه‌شون میاد. حتی وقتی گیل سعی میکنه به او بفهماند که این رفتارها عادی نیستند، آدام خود را کاملا بی تقصیر نشان میده و سعی میکنه خودش را به اون نزدیکتر کنه. با گذشت زمان رفتارهای آدام خشن‌تر و ترسناکتر میشود. یک روز که گیل از سر کار به خانه برمیگردد، متوجه می شود که استخرشان به طرز مشکوکی به هم ریخته و کاملا وسایل داخل حیاط جابجا شده. او کم کم به این نتیجه میرسه که آدام نه تنها به او علاقه دارد، بلکه این علاقه به نوعی تهدید برای زندگیش تبدیل شده. تنش میان گیل و آدام بالا میگیره. آدام به طرز عجیبی خودش را محقق می‌داند که در زندگی گیل دخالت کند و حتی به او میگوید که از شوهر سابقش بسیار بهتر است و میتواند خوشبختی را برایش به ارمغان بیاورد. اما گیل که از این وضعیت به سطوح آمده به دنبال راهی
برای دور کردن آدام از زندگیش می‌گرده. او ابتدا به صورت ملایم با آدام می‌فهماند که علاقه‌ای به رابطه عاشقانه ندارد، اما به نظر می‌رسد این پسر جوان بیشتر از آنچه او فکر می‌کرد خطرناک است و به سادگی دست از سر او بر نمی‌دارد. در یکی از لحظات بحرانی فیلم گیل متوجه میشه آدام نه تنها فقط عاشقشه، بلکه یه فرد بسیار خطرناک است که به هر قیمتی حاضر است به اون نزدیک شود. آدام شروع به تهدید کردن گیل میکنه و به او هشدار میدهد که اگر او را نپذیرد بهای سنگین برای رد کردن این خواسته دارد. او حتی تا جایی پیش می رود که به بکا نیز نزدیک می شود و علاوه بر مادر دوستش ترتیب دخترم بده و گیل احساس میکنه که این کابوس قرار نیست به این زودیا پایان پیدا کنه و در این لحظات پر از دلهره و ترس گیل باید برای محافظت از خودش و دخترش بجنگد و در عین حال به دنبال راهی برای خلاصی از چنگال این پسر وسواسی پیدا کند. در نهایت فیلم با صحنه‌های نفسگیر به پایان میرسه و در این صحنه‌های نفسگیر گیل موفق میشه از دست آدام که نهایت تلاشش این بوده که هر طور شده به گیل نزدیک بشه فرار کنه و خودش و دخترش رو به یه ساحل امنی برسونه. فیلم اینجا پایان رسید. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. مثل تمام ویدیوها باید بهتون میگم که بزرگترین حمایت شما لایک کردن این ویدیو، سابسکرایب کردن این چنل من و نوشتن نظراتتون در بخش کامنت هاست. این کارتون انرژی خیلی زیادی رو به من منتقل میکنه. مرسی کلی و تا یه ویدیوی دیگه. فعلا بدرود.